سلام دوستان، امروز در خدمت ایوب لرستانی از فعالین دانشجویی سابق دوره 18 تیر هستیم. ممنون ایوب جان از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و به برنامه دو نگاه تشریف آوردید. سلام مهدی جان، خیلی ممنون که از من دعوت کردید که نظراتم رو با تو و بینندگان محترم در میان بذارم. ممنون. سوال اولم اینه که به نظر شما موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اپوزیسیون چی هست؟ من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی بارها از زبان شخصیت‌های مختلف سیاست واقعی خودش رو اعلام کرده. دیگه بالاترین شخصیتش که مثلا سردمدار اصلاحات بود، خاتمی، شعارش این بود که من سیاستم این هست که معاند رو به مخالف، مخالف رو به منتقد و منتقد رو به موافق نظام تبدیل بکنم که بهش اجازه بدم که از اون چیزایی که خودش فکر می‌کرد که ظرفیت‌های قانون اساسی هست استفاده بکنه. و اگر من بخوام راحت‌تر ترجمه بکنم این کلماتی که خاتمی در اون زمان استفاده می‌کرد و بعدها هم به طور مداوم استفاده شده، معاند اپوزیسیون سرنگونی طلب و که معتقد به مبارزه قهرآمیز بود و مخالف اپوزیسیون سرنگونی طلب معتقد به مبارزه مسالمت آمیز هست و منتقد همان اصلاح طلبان هستند و موافق هم که بازی که موافقان نظام است. حالا این آیا فکر می‌کنید که رژیم انقدر توانایی داره که بخواد در واقع این برخوردها رو و این تبدیل معاند به مخالف و غیره رو مهندسی بکنه؟ من فکر می‌کنم که رژیم این قدرت نداره که مهندسی بکنه، ولی این توان رو داره به دلیل بالاخره سازماندهی و مسائل مالی که در اختیارش هست. میتونه این پروسه ها رو یک کمی هر چقدر که میتونه طولانی بکنه. مثلا شما ببینید با پروسه اصلاح طلبی و جا انداختن این که تنها گزینه ما برای تغییر اصلاح طلبی هست از سال 78 تا همین اواخر که روحانی سر کار بود و اینا ادامه داد، یعنی تا جایی که میتوانست این پروسه رو طولانی کرد. الان هم وقتی که این پروژه شکست خورد ناچار هست، یعنی جامعه و قوانین اجتماعی بهش تحمیل میکنن که پروسه دیگه رو جاگزین پروسه اصلاح طلبی بکنه و همان طبق ترتیبی که خاتمی هم گفته بود این بود که الان بریم سراغ اپوزیسیونی که مخالف هست، یعنی معتقد به سرنگونی هست اما کم خطرتر برای ما چون نه سازماندهی داره و نه مبارزه مسلحانه معتقد. خب بریم اینا رو به قول معروف بولد کنیم، برجسته کنیم و این پروسه هم هر چقدر میتونیم طولانی‌تر بکنیم، مثلا با بحث‌های مثل 50 هفته و اینا رو به قول عامیانه به جون هم بندازیم. دقیقاً به عبارتی چیزی که من برداشت میکنم اینه که رژیم با صادر کردن مزدورای خودش به خصوص خارج از کشور اینها رو در واقع مأموریتی که به اینها داده شده اینه که در واقع اپوزیسیون معاند که معتقد به در واقع براندازی از طریق قهرآمیز هست اینها رو تخریب بکنن و بیان یه جورایی حمایت بکنن از مخالفین که در واقع اون یک عده از اپوزیسیون بیشتر تخریب بشن، از دور خارج بشن، رسانه هم که احتمالاً ندارن و بیشتر میدان داده بشه به اپوزیسیون مخالف طبق خواسته رژیم. درست میگم؟ دقیقاً لب مطلب رو گفتی. دقیقاً کاری که قبلا نیروهای به قول معروف امروزی ارزشی باید میکردن و به این گروه ها مثلا تجزیه طلب میگفتن یا تروریست میگفتن، الان متاسفانه از زبان به اصطلاح اپوزیسیون این صحبت ها زده میشه و اون اصلا نیاز نیست خودشون درگیر این موضوع بکنه با همین حرب‌های 50 هفته غیر 50 هفته و این صحبت ها، چون اینا در میارن ریشه یابی میکنن که آره مردم الان به شدت از عواقبی که اون انقلاب 57 یا بهتر بگیم قیام 57 داشته به شدت ناراضی هستن. خب برمیگردن به این موضوع که چه گروه‌هایی درگیر این انقلاب بودن یا این قیام بودن و روی همین موضوع هم سوار میشه و اونا رو 50 هفته خطاب میکنه، در حالی که از نظر من تنها شانس مبارزه با این رژیم سرکوبگر و جلادی هستن که همین روزهای اخیر داریم می‌بینیم که به چه قتل عامی در ایران دست داده و فکر می‌کنم که همین قتل عام اخیر، همین خونهای پاکی که ریخته شده گریبانش خواهد گرفت و این پروسه‌ای که سرمایه گذاری کرده روی اپوزیسیون معتقد به مسالمت آمیز بودن سرنگونی و بدون سازماندهی، این پروسه خیلی کوتاه خواهد شد چون قوانین اجتماعی هم قانونمندن و نمیشه جلوشون سد کرد. مردم به عینه میبینن که همونجوری که دیدن اصلاح طلبی جواب نداره در قانون اساسی که ولایت فقیه اصل و بنیانش هست، اصلاح طلبی جواب نداره، در همین پروسه کوتاه هم خواهند فهمید که این رژیم با این قدرت سرکوب، با این شقاوت هرگز به صورت مسالمت آمیز دست از قدرت بر نخواهد داشت. دقیقاً همونطور که همه ما می‌بینیم که خیلی از این مزدوران رژیم که صادر میشن خارج از کشور در سطوح بالا با این گروه‌های در واقع سلطنت طلب به عنوان مشاور و کارشناس دارن همکاری میکنن و
مشخصه که در واقع هدف رژیم چی هست، این برنامه داره چه جور پیش میره. صحبتی که اشاره کردید به 57 و غیر 57 میشه این رو بیشتر باز بکنید؟ دقیقاً همونجور که یک کوتاه اشاره کردم، رژیم به دنبال این هست که این پروسه رو طولانی بکنه و خب از سر ناچاری به اپوزیسیون مخالف، همون سرنگونی طلب و معتقد به مبارزه مسالمت آمیز تن میده، چون اینا توان سازماندهی ندارن. یعنی الف تا یای مبارزه سرنگونی، مبارزه‌ای که محقق بکنه سرنگونی رو ندارن. الف تا یاش یعنی سازماندهی فکر کنم در کل طول تاریخ از الف تا یای مبارزه بوده. حتی انقلاباتی که چهره هم داشتن مثل گاندی، مثل ماندلا، اینها بدون سازماندهی هرگز پیروز نمیشدن. یا انقلابی مثل انقلاب ویتنام در مقابل ابرقدرتی مثل آمریکا، حتی بعد از مردن هوشیمین که یک رهبر ملی بود و کلی سازماندهی هم داشت، ادامه پیدا کرد. یعنی سازماندهی همیشه بالاتر از شخص و چهره است. اینا میان به این اپوزیسیونایی که شخص رو برجسته میکنن و توان سازماندهی ندارن بها میدن، مردم رو حول اینا جمع میکنن و خودشون این کار، چون امید دارن که این پروسه رو دوباره طولانی کنن، چون همین پروسه باعث میشه اینا بیشتر بر سر قدرت بمونن. حالا بین همین اپوزیسیون هایی که معتقد به سرنگونی به صورت مسالمت آمیز هستن هم باید اختلاف بندازن تا دوباره این پروسه در واقع اینطوری که مردم جذب اپوزیسیون میشن و با این متأسفانه بگم بازی که به رژیم تحمیل شده ولی از طرف رژیم مهندسی میشه تن بدن. خب بهترین کار اینه که ما بیایم بگیم که گروهایی که منجر به این قیام 57 شدن الان توی صحنه هستن و اونهایی که واقعا، یعنی خیلی از مردم هستن که از این عواقبی که این انقلاب یا قیام داشته به شدت بیزارن. خب اینا به جون هم میافتن. یعنی که معتقدن به دنیای دموکراتیک در اون زمان هم علیه شاه به دلیل آرمان‌های دموکراتیک قیام کردن و فلان، اینا هنوز هم تو صحنه هستن و خب با چه حربه‌ای میشه اینا رو زد؟ از اون طرف گفت که اون چیزی که شما می‌خواستید دموکراسیش منجر به خمینی شد و اونایی که جذب این به قول معروف گفتمان نمیشن فرستاد به سمت اپوزیسیون پادشاهی خواه که اون هم به قول معروف توان سازماندهی نداره ولی خب سرنگونی طلب هست. درسته. پس حالا به جمع‌بندی که بخواید بکنید در واقع از اینکه هدف نهایی رژیم چه هست، در صورت خلاصه اگه بخوام بگیم، در یک کلام میگم که پروسه ماندن بر سر قدرت خودش رو طولانی بکنه از طریق اینکه مردم هر چقدر دیرتر به این نتیجه برسن که تنها راه انقلاب و نجاتشان سازماندهی هست، مسلح شدن هست. این پروسه باید تا میشه طولانی تر بشه با هر بازی که میشه. یعنی مردم نباید به این نتیجه برسن که این نیروهای که توان سازماندهی دارن، توان مبارزه مسلحانه دارن، تنها راه سرنگونی رژیم. مردم نباید به این نتیجه برسن. این تنها کاری است که رژیم و وزارت اطلاعاتش باید پیش ببرن. خب اگر شما بخواید نمره بدین واقعا دارن خوب پیش میبرن تا اینجای کار، ولی همینطوری میام اجتماع و قوانین اجتماعی قانونمندن، اینها نمیتونن این بازی رو خیلی طول بدن.